سلام بچه های افسانه دوست و زیبای من و اینک باز لحظه های دیدار فرا رسید. امروز اسیله خردکک که از ناحیه سر آسیای ولایت سرخاندریا می باشد برای شمایان به طرز آنلاین شعر قرائت می کند. مرحمت اسیله بانو. بابام شینن چای خورن، من چای رزکی بابام. آفرین اسیله بانو. بچه های عزیز، اگر شمایان هم چنین استعداد بلند شعرخوانی داشته باشید مرحمت به برنامه ما مراجعت نمایید و شمایان نیز می توانید به استودیوی ما آمده چنین شعرهای پرمضمون را خوانید. و اینک می گذاریم به شنیدن افسانه. من امروز برای شمایان افسانه مهنت شیرین را تیار نمودم. مرحمت گوش می دهیم. بچه های عزیز، در یک زمان در یک مکان در یک خانواده یک پسرک به وای می رسید. پسرک وقتی که کلان شد پدرش وی را به نزدش جیغ زده گفت: پسرم، تو کلان شدی، به وای رسیدی، انا اکنون باید که مهنت کنی و در زندگی مهنت کرده پول یافتن را آموزی. خوب شده است دادا جان، گفت پسرک. پگاه وقتی که پسرک برای کار برآمده می رفت مادرش او را جیغ زد و گفت: پسر جانم، تو زیغ نشو، من این پول را گیرو با جوره هایت رفته مزه کرده بازی کن. بگاه وقتی که به خانه می آیی این پول را همچون مزد کارت به پدرت می دهی. پسرک راضی شد و پول را گرفته رفت و با جوره هایش بازی کرد. وقتی که بگاه شد به خانهشان آمد که پدرش در نزد حوض نشسته چای می نوشید. پسرک به نزد پدرش آمده سلام داد و پول را به پدرش دراز کرد. پدرش پول را گرفت و به حوض پرتافت. پسرک گپ نزد و به خانه در آمد. همین طور پگاه هم فردا هم همین حالت تکرار شد. وقتی که روز دیگر پسرک به کار می رفت به مادرش گفت: مادر جان، به فکرم پدرم فهمیده ایستاده است که من به مهنت پول یافته ایستاده ام. برای همین هم من امروز رفته در یگان جا کار کرده خودم پول یافته می آیم. و پسرک برآمده رفته در خانه یک آدم کار کرد، مهنت کرد و پولش را گرفته بگاه به خانهشون آمد. پدرش باز در نزد همان حوض نشسته چای می نوشید. پسرک پول را به پدرش دراز کرد. پدرش باشد پول را گرفت و به حوض پرتافت. پسرک لباسهایش را کشیده تازاند به خودش را به درون حوض پرتافت و از آنجا پول را گرفته برآمد. پدرش گفت: انا دیدی پسرم، من این پولی حق مهنت حلال خودت بوده است. من همین طور تو را سنجیدم، اما تو روزهای پیش به مهنت پول یافته آمدی. امروز باشد خودت که مهنت کردی مزد مهنتت انا همین طور شیرین می شود. دیدید بچه های عزیز، تنبلی آدم را به شرمندگی می آورد. هیچگاه تنبل نشوید، از مهنت کردن نگریزید، چون که مهنت انسان را صاحب آبروی و اعتبار می گرداند. عزیزکان من، با همین افسانه امشبه من به آخر رسید و همه شمایان خواب شیرین آرزومندم و تا شامگاهان دیگر خیر می گویم.